خب سلام و درود، خوش اومدی به ویدیوی امروز قرار چیکار کنیم؟ امروز قراره که بریم سرگذشت بازی‌های سولز رو بررسی کنیم و ببینیم چجوری به وجود اومدن، خالقش کی بود، چه شرکتی میسازتش و همین. خب شرکت سازنده بازی‌های سولز، سری سولز و خالقشون فرام سافتوره که توی دهه 90 میلادی یه شرکت ژاپنی بود. کار خودش رو با ساخت بازی‌های نقش‌آفرینی مثل کینگزفیلد سال 1994 برای پلی استیشن شروع کرد. یه تجربه بسیار کند، بازی تاریک و چالش برانگیز بود که زمینه سبک سولز در اون دیده میشه. محیط‌های تاریک، گیم پلی کند، دشواری بالا و روایت غیر مستقیم از ویژگی‌هاش بودن. هیدتاکا میازاکی، کارگردان اصلی سری سولز، توی اواسط دهه 2000 وارد فرام سافتور شد. اون اول به عنوان برنامه‌نویس کار میکرد ولی علاقه زیادی به روایت تاریک و اسطوره‌ای داشت. وقتی پروژه دیم سولز در حال شکست خوردن بود و تیم دیگه توسعه دهنده‌ها امیدی به موفقیتش نداشتن، میازاکی رهبری پروژه به عهده گرفت و دیم سولز 2009 شروع سبک سولز لایک بود. در ابتدا فرام سافتور می‌خواست یه بازی فانتزی بسازه برای پلی استیشن 3 که شبیه به سری الدر اسکرولز باشه. سونی ژاپن میخواست بیخیالش بشه. در این لحظه میازاکی پروژه رو به دست گرفت و به جای ساخته یه بازی عام‌پسند تصمیم گرفت یه تجربه سخت و متفاوت بسازه، بدون راهنما، پر از تله، مبارزه‌های دشوار، با روایت کند از طریق محیط کند و پراکنده. البته ویژگی‌های کلیدی بازی هم میتونید به سختی بالا و مجازات مرگ، سیستم آنلاین منحصر به فرد، بازیکن‌ها میتونستن پیام بذارن یا وارد به دنیای هم بشن، دنیای تاریک و مبهم، روایت غیر خطی و غیر مستقیم. سونی ژاپن نمیخواست این بازی رو جهانی پخش کنه چون فکر میکنه موفق نمیشه، اما اطلس و بندای ناماکو بازی رو برای غرب منتشر کردن. بازی یه فرقه از طرفدارا پیدا کرد و تبدیل شد به عنوان کالت کلاسیک. بچه کالت یه جور فرقه هست برای بازیه. خب مثلا یه بازی که طرفدارش کمه یا طرفدار خاص داره به اصطلاح کالت حساب میشه. به این بازی میگن بازی کالت. اینو یه فان فکت در نظر بگیرید. سری دارک سولز سال 2011 چون حقوق دیم سولز در اختیار سونی بود، فرام سافتور نمیتونست دنبالی رسمی بسازه براش. به جاش یه بازی جدید ساختن با همون فرمول ولی گسترده‌تر، عمیق‌تر و بارزتر، دارک سولز. حالا شاید سوال باشه چه چیزایی اضافه شد؟ دنیای یه پارچه بزرگ به اصطلاح لوردران، داستان غنی‌تر ولی همچنان مرموز، سیستم بونفایر، عمق بیشتر در ساخت شخصیت، مبارزات و لور. بازی به شدت محبوب شد مخصوصا در غرب، تبدیل به یکی از مهمترین بازی‌های تاریخ شد. واژه سولز لایک به عنوان یک سبک جدید به وجود اومد. عنوان بعدی دارک سولز 2 بود که سال 2014 منتشر شد. میازاکی در این نسخه کارگردان نبود، فقط ناظر بود. بازی به خاطر داستان پراکنده‌تر و طراحی کمتر الهام بخش کمی مورد انتقاد قرار گرفت ولی همچنان موفق بود و طرفداران خاص خودش رو داشت، همون کالتی که گفتم. 2015 یعنی یه سال بعد بلادبورن به وجود اومد، سبک گوتیک و سرعت بالا. این بازی این بار با همکاری سونی برای PS4 ساخته شد. گیم پلی سریعتر و تهاجمی‌تر شده بود. فضای بازی برگرفته از ادبیات گوتیک و لافکرافت بود. از نظر هنری شاهکار بود و به شدت تحسین شد. 2016 یعنی یه سال بعد، یعنی اینا 3 سال پشت سر هم بازی داشتن می‌ساختن. دارک سولز 2، بلادبورن و دارک سولز 3. میازاکی توی دارک سولز 3 برخلاف دارک سولز 2 این بار دوباره کارگردانی رو به عهده گرفت. بازی با سرعت بیشتر، الهام از بلادبورن و روایت جمع‌بندی کننده اومد، مثل خداحافظی باشکوه با دنیای دارک سولز بود و آخرین نسخه بازی دارک سولز بود. سری بازی‌های دارک سولز بود. بعد از اون سکیرو شادو دای توایس سال 2019 به بازار اومد، یعنی 3 سال بعد اگه اشتباه نکنم. آره 3 سال بعد. سیستم گیم پلی تغییر کرد. این بار خبری از ساخت شخصیت نبود، تمرکز روی مبارزات با شمشیر و پری بود. روایت مستقیم‌تر شد. سخت این بازی میازاکی از نظر خیلی‌ها همین سکیرو که به نظر خودم هم هست. بازیش کردم و فاجعه سخت، واقعا سخته، پاره میشه. و دوباره 3 سال بعد الدر رینگ. قبل از این که بریم سراغ الدر رینگ، اینو بگم که گوتی 2019 سکیرو بود، گوتی 2022 هم الدر رینگ، یعنی دوتا بازی آخرشون گوتی بودن. جایزه گیم آواردز رو برده بودن، The Game Awards. بازی با همکاری جورج آر مارتین نویسنده گیم آف ترونز ساخته شد. دنیای جهانباز و وسیع، آزادی بالا در اکتشافات و مبارزه، موفقیت تجاری و هنری،
بیش از 20 میلیون نسخه فروش داشت. خیلیه 20 میلیون نسخه برای بازی که کالت بوده، سری بازیایی که کالت بوده و یهو بخواد اینطوری بهتره که خیلی خوبه. و گفتم گوتی هم گرفت، گیم آواردز رو برد و بزرگترین بازی سری سولز و میازاکی از نظر خیلیه و از نظر خودم هم همینطور. البته 99% همینه دیگه. با من اوپن ورلد شده بود، مپ بازی بزرگتر بود، دنیا خیلی بزرگتر بود، کارهایی که میتونستی بکنی خیلی بیشتر بود و بزرگتر بود و خلاصه بزرگترین بازی فرام سافت بود. بخوایم ویژگی سولز رو سبک بندی هم کنیم، سختی چالش برانگیز و منصفانه. بعضی بازی هستن که بازی سختیش اینقدر زیاده که اصلا نمیشه بازیش کرد، خب منصفانه نیست و سر ببخشید کیری بازی میمیرید شما. ولی خب بازیای میازاکی و فرام سافت سختیشون زیاده ولی منصفانه است. یعنی تو بهش نگاه کنی، از دور نگاش کنی، بازی کنی، می‌بینی که منصفانه است. نظر من همینه. مبارزات تاکتیکی با سیستم استقامت، مرگ‌های پرمجازات ولی آموزشی، طراحی مرحله بی‌نقص و دنیای به هم پیوسته، روایت غیر مستقیم از طریق آیتم‌ها، دیالوگ‌ها و محیط، حس اکتشاف و کشف، سیستم آنلاین خاص و مرموز. گفتم که یا میتونستیم پلیر وارد دنیای همدیگه بشین یا که نوشته بذاریم برای همدیگه. و اگه آنلاین بازی کرده باشید یا که کنسولتون حداقل آنلاین بوده باشه، تو بازی سولز میبینید که یه سری نوشته هست روی زمین که شما رو راهنمایی میکنه، پلیر دیگه شما رو راهنمایی میکنه. بازی‌های سولز سبک خاصی به وجود آوردن به اسم سولز لایک، بازیایی که المان‌های سولز رو استفاده میکنن و شاید هم یعنی یه جورایی میخوام مثلش باشن. در واقع بازی مستقل و تریپل ای زیادی ازشون الهام گرفتن، مثل نیو، لایز آف پی، هالو نایت، مورتال شل و بلاسفمس و ده ها بازی دیگه از سری بازی‌های سولز لایک حساب میشن، بازیایی که حداقل المان‌هایی از سولز دارن که مورد علاقه خودم لایز آف پی خیلی دوستش دارم. جامعه طرفداراش بزرگ و پرشور هستن، پر از تئوری‌های داستانی و تحلیل‌های فلسفی. ببینید بازی‌های سولز اول کالت بودن، یعنی هر کسی سمتشون نمیرفت، خب هر کسی دوستشون نداشت، بیشتر به خاطر اینکه بازی‌ها مرموز بودن، داستان خطی نمیگفتن، مرموز و پراکنده بود داستانشون و اینکه خیلی سخت بود بازی‌ها، به خاطر همین هر کسی سمتش نمیرفت و کالت به حساب میومد. ولی خب رفته این کالت بزرگتر و بزرگتر شد و به این تبدیل شد که پلیراش زیادن و کالت حساب نمیشه دیگه. کالت خاصن، آدمای خاصی که کم هم هستن معمولا، ولی مخصوصا با اومدن الدن رینگ دیگه همه میتونن آنپسند شد یه جوری و همه میتونن بیان بازی کنن. سبک سولز در اصل به بازی‌های اشاره داره که مستقیما توسط استودیوی فرام سافت ساخته شدن، مخصوصا اونایی که به کارگردانی هیدتاکا میازاکی بود، مثل دیمن سولز، دارک سولز 1 و 2 و 3، بلادبورن، سکیرو، الدن رینگ، اینا که تازه بهشون اشاره کردم همشون. ویژگی‌های سبک سولز هم بخوام بگم، اول گفتم بذارید سولز رو بگم و تفاوتش هم با سبک سولز لایک هم میگم. ویژگی‌هاش طراحی مرحله تو در توه، محیطا به صورت پیچیده و متصل طراحی شدن، مثل مارپیش با میونبرهایی که کشف میکنید، مبارزات دقیق و پر ریسک، ضربات سنگین، کند و نیاز استقامت دارن. اغلب سیستم استامینا نقش مهمی داره. آره استامینا خیلی توی بازیتون تاثیر داره واقعا، این چیزی که اگه بازی کرده باشید میدونید. مرگ سخت و عادلانه، مرده بخش طبیعی بازیه، وقتی بمیری امتیازات یا همون سولات از دست میرن ولی میتونید برگردی و دوباره برداریشون، ولی اگه دوباره بمیری یا هی کمتر میشن یا اینکه کلا میرن. روایتش هم غیر مستقیمه، داستان بازی بیشتر از طریق محیط، آیتم ها و دیالوگ‌های مبهم روایت میشه. گفتن داستان پراکنده است. به آنلاین خاص بازیکن‌ها میتونن نشونه بذارن، وارد دنیا هم بشن یا به هم حمله کنن. پس سبک سولز به طور خاص به بازی‌های فرام سافتر میگن که استاندارد اصلی و سبک رو تعریف میکنه. حالا سبک سولز لایک چیه؟ سولز لایک به بازی‌های گفته میشه که از فرمول یا المان‌های سبک سولز الهام گرفتن، اما لزوما ساخته فرام سافتر نیستن. این بازی‌ها ممکنه توی روایت، سیستم مبارزه یا حتی طراحی محیط‌ها شباهت‌های زیادی با سولز داشته باشن. سولز لایک ویژگی مشترکش با سبک سولز سختی و چالش بالاشه، مجازات مرگ، مبارزات کند و تاکتیکی، باس فایت‌های سخت، طراحی محیط پیچیده، مکانیک مشابه بونفایر یا همچین چیزی. حالا شاید سوالتون باشه بونفایر و اینا چی هست اصلا؟ بونفایر یه چیزیه که مثل سیوی که بازی‌ها دارن، الان اوتو سیو دیگه، خود به خود بازی رو سیو میکنن، ولی خب اونجا باید بری یه جایی بازیت سیو کنی،
یعنی بازی تو خود به خود سیو نمی‌کنی و خود باید بری یه جای خاصی توی بازی سیو کنی و سیستم خیلی جالبیه. یکی از دلایلی که بازی سخته همینه. مثلا تو 2 ساعت میری و مثلا فلان باس میکشی، فلان چی میشه، مینی باس میزنی، فلان فلان فلان، ولی به بونفایر نرسیدی و میمیری و کل مسیر رو باید برگردی. اینطوری یه جور روی سختی بازی هم تاثیر میذاره. ولی تفاوت‌هایی هم ممکنه داشته باشن. توی سولز سازنده فرام سافتوره، ولی توی سولز لاگ یا شرکت‌های ایندی یا تریپل ای میسازن اینا. و تریپل ای اگه دوست داشتین برات توضیح میدم چی هست مثلا. شرکت‌های تریپل ای یعنی چی هستن و کلا در مورد شرکت‌ها یه ویدیو میسازن در آینده. روایت توی سولز اکثرا مرموز و غیر مستقیم، ولی توی سولز لاگ گاهی مستقیم و سینمایی تره. یعنی ممکنه که یه بازی توی سبک سولز لایک بخواد مثل سبک سولز روایت کنه بازی رو و مرموز غیر مستقیم باشه. بعضی ما هم نه، سینمایی تر، خطی تر هستن. سیستم استامینا معمولا نقش مهمی توی بازی سولز داره، ولی توی سولز لایک ممکنه حذف شده باشه، اصلا همچین چیزی وجود نداشته باشه. سیستم آنلاین خاص امضای فرام سافتوره، ولی توی سولز لایک معمولا یا حذف شده یا ساده تر شده. آره، معمولا بازیایی که توی سبک سولز لایک بازی کردم میدونه که یا آنلاین نداشته یا اینکه ساده تر بوده، همچین چیزی نبوده. طراحی هنری توی سبک سولز تیره، گوتیک، فانتزی تیره، ولی ممکنه توی سبک سولز لایک پیکسلی باشه، حتی مثل بازی بلاسفمس که بازی 2 بعدی پیکسلیه، ولی چون المان‌های سری سولز رو داره سولز لایک قرار میگیره. مثل سیستم بونفایر، یه چیزی هست که اونجا سیو میکنی ولی بونفایر نیست، شبیه بونفایر. مثالای از بازی سولز لایک هم میتونم بزنم که نمیزنم چون زدیم. نیو هالو نایت هم یه جور سیستمی مثل بونفایر رو داره، بخاطر یکی از الماناش همین. و در نهایت بریم سراغ کارگردان و مغز متفکر اصلی بازی های سری سولز و پایه‌گذارشون، هیدتاکا میازاکی، و ببینیم زندگی شخصیش چه بوده، چجور شده، کی بوده، کی نبوده، کی کرده، کی نکرده. کودکی و زندگی اولیه. 1 آوریل 1974 توی شهر شیزوکا توی ژاپن به دنیا اومد. دوران کودکیش از خانواده متوسط و معمولی بود، نه فقیر نه خیلی مرفه، به خانواده معمولی داشته. از کودکی علاقه‌مند به مطالعه و تخیل بود. خودش گفته که به خاطر اینکه خانواده‌اش نمیتونستن کتابای زیادی براش بخرن، بعضی از داستان‌ها رو ناتمام یا ناقص می‌خونده و مجبور بوده با تخیل خودش پایان اونا رو بسازه. یعنی حساب کن چه مغزی داشته که توی همون کودکی و چقدر قدرت تخیلش بالا بوده که کتاب‌ها رو ناتمام ناقص می‌کرده، یعنی کامل نمیتونست تموم کنه، خودش با تخیل خودش پرش می‌کرد. اینجا هم نوشته این موضوع به شدت روی سبک رواییش تاثیر گذاشته. به همین دلیل که در بازی‌هاش داستان‌ها مبهم و تکه تکه روایت میشن و بازیکن باید خودش قطعات پازل رو کنار هم بذاره. یه جورایی خود آدم باید از قوه مخیله خودش استفاده کنه، همونطور که خود میازاکی استفاده کرده تو کودکی. اینجا هم پلیر رو به چالش میکشه. کسی که بازی رو تموم میکنه، بازی رو کامل میکنه، خودش باید به جنبندی برسه که توی این بازی چه اتفاقی افتاد، برای خودش تئوری بسازه. همونطور که میبینید چقدر تئوری در مورد بازی‌های سولز هست. بریم سراغ تحصیلات و شغل اولیه‌اش. توی دانشگاه کیو، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ژاپن، رشته علوم اجتماعی و علوم سیاسی خوند. هیچ تحصیلات رسمی در زمینه طراحی بازی نداشت. برخلاف کارگردانای مشهور دیگه، اصلا با هدف ساخت بازی وارد این صنعت نشد. یعنی موقعی که وارد این صنعت شد، قصد ساختن بازی نداشت. شغلش هم قبل از بازی سازی این بود که بعد از فارغ التحصیلی برای مدتی در یک شرکت حسابداری به نام اوراکل ژاپن کار میکرد و در حدود 29 سالگی تصمیم گرفت شغلش رو تغییر بده و وارد صنعت بازی بشه. چون بعد از تجربه بازی ایکو یا آیسیو ساخت فومیتو اودا، واقعا ژاپنیا اسمشون سخته، عمیقا تحت تاثیر قرار گرفت. با وجود نداشتن تجربه به استودیو فرام سافتور درخواست داد و قبولش کرد، چون اون زمان نیروی تازه می‌خواستن. کارش رو از پست‌های پایین و فنی شروع کرد، مثلا طراحی مراحل گیم پلی، و اولین پروژه بزرگش آرمورد کور لاست رون بود. مدیریت طراحی چند مرحله رو داشت. بعد از اون دیمن سولز پروژه‌ای بود که داشت شکست می‌خورد، ولی میازاکی گفت اگه بذاریم محدودیتشو بگیرم، اگر هم شکست بخوره مهم نیست. او کنترل پروژه رو گرفت و بازی رو از پایه تغییر داد. میدونی، میخوام به این اشاره کنم که یه نفر چقدر میتونه به خودش اعتماد داشته باشه و اطمینان داشته باشه که وقتی یه کار داره تو حسابداری و
حسابدار یه شرکته و اونجا استخدامش کردن کار میکنه، توی 29 سالگی اون کار ول میکنه و میاد بازی سازی و میاد توی صنعت گیم و به نظرم ریسک خوبی بود که انجام داد، وگرنه همچین اتفاقی نمیافتاد، همچین بازیایی نداشتیم اصلا. شخصیتش هم آدمی بسیار درونگرا و متواضع، خیلی کم حرف و رسانه گریزه، خودش رو یه آدم معمولی توصیف میکنه، از شهرت و توجه فرار میکنه، همیشه تیم خودش رو توی اولویت قرار میده، موفقیت‌ها رو به کل تیم نسبت میده نه فقط خودش. الهامات فکریش هم ادبیات فانتزی و فلسفی مانند آثار اچ پی لافکرافت، فرانز کافکا، جی آر تالکین که از نویسنده‌های مشهور هستن الهام میگیره. انیمه و مانگاهایی مثل برزرک بسیار تاثیرگذار روی طراحی هنری سولزها بوده که یکی از معروف‌ترین انیمه هاست برزرک و اگه انیمه باز باشید میشناسیدش قطعا. دین، اسطوره شناسی و جهانبینی شرق و غرب در لور بازی‌ها آشکار دیده میشه. سبک طراحی او به جای اینکه داستان رو مستقیم تعریف کنه، محیط و آیتم‌ها رو طوری طراحی میکنه که بازیکن خودش داستان رو کشف کنه. علاقه‌مند به ابهام، اندوه، فداکاری و تقابل میان مرگ و جاودانگی در روایت‌هاش. بخوایم از خانواده و زندگی خصوصیش بگیم، اطلاعات خیلی کمی از زندگی خانوادگی او در دسترسه، چون شدیدا از رسانه فاصله میگیره. اما تا جایی که منابع معتبر گفتن ازدواج کرده ولی هیچ اطلاعاتی از همسرش یا خانواده‌اش منتشر نکرده. گفته شده که زندگی شخصی او کاملا از حرفش دوره و جدا نگهشون داشته. اهل مصاحبه نیست و خیلی کم توی رویدادها ظاهر میشه. حتی وقتی جایزه میبره با کمترین کلمات صحبت میکنه. یعنی حتی توی زندگی شخصیش هم آدم بسیار خوبیه. اینکه زندگی شخصی خودش رو از کارش و حرفش جدا میکنه و اینکه اطلاعاتی از خانواده‌اش نمیده، خیلی اتفاق خوبی به نظرم و این شخصیت خوبش نشون میده که هر چیزی جای خودشو داره. خیلی هستن که برعکس اینه و به نظر من درست نیست. و جایزه افتخاراتش میتونیم به جایزه کارگردان سال برای الدن رینگ و سکیرو توی این گیم آواردز اشاره کنیم. به لطف سبک خاص او، فرام سافر تبدیل به یکی از موفق‌ترین استودیوهای ژاپن در سطح جهانی شد. گفتم که اصلا استودیوی ناشناخته‌ای بود، استودیو بود که کسی زیاد نمیشناختش و با اومدن میازاکی همه چی برعکس شد، همه چی رنگ و بوی دیگه گرفت. به اصطلاح بریم جملاتی از میازاکی که شخصیتش نشون میده رو بخونیم ببینیم چه جوریه. میگه که نمیخوام بازیایی بسازم که همه خوششون بیاد، میخوام بازیایی بسازم که برای بعضیا گنج باشه. یه جا دیگه میگه مرگ باید چیزی بیشتر از یک چک پوینت باشه و این بود از سرگذشت بازی‌های سولز، چجور به وجود اومدن، توسط کی به وجود اومدن و فکر کنم همین چیزو توضیح دادم. خب همین بود، ممنون که ویدیو رو دیدید. سرگذشت سری بازی‌های سولز همه چیزو گفتم فکر میکنم و اگه چیزی جا گذاشتم بهم بگید و اینکه ویدیو یکم طولانی شد مثل ویدیو قبلی و اوریج همینه، فکر کنم ویدیو قراره همین شکلی باشه تایمشون و همین. بدرود.